درود بر شما یاران دیرین و درود بر خاطره تابناک جانباختگان راه آزادی و برابری. خوشحالم از اینکه یک بار دیگر در کنار هم هستیم برای پاسداشت خاطره آنهایی که در برابر شقاوت جمهوری اسلامی سرخم نکردند، نگفتند و درود بر شما که خاطره آنها را زنده نگه می‌دارید. من دو شعر خواهم خواند. شعر اول شعر کوتاهیه که دوست دارم تقدیم به مادران همه ما اون رو بخونم، چه اونهایی که رفتند و چه اونهایی که هنوز چشمی به راه دارند در جستجوی عزیزانشان، چه اونها که هرگز برنگشتند، چه اونها که در زندانها هستند و چه اونها که در طبیعند. می شد اگر می توانستم همچون خیال به سوی تو پرواز می کردم، چابک و نامرئی می آمدم کنار تو، خاموش می ماندم، دستانت را نگاه می کردم که در کشاکش کار پیر می شوند آهسته. از زمزمه وار در گوشت می خواندم، روزی تمام می شود این کابوس. می آمدم کنار خاک تو، خاموش می ماندم، سرشک می افشاندم و زمزمه می کردم، روزی تمام می شود این کابوس. شعر دوم شعری که به یاد یک رفیق سرودم، البته نه به یاد یک رفیق، برای یک رفیق. این شعر تاریخ سرودنش برمیگرده به سال 63. اون موقع من در گوهردشت در زندان انفرادی بودم. رفیقی داشتیم که یادش بخیر، عبدالله ریچایی، زندانی دو رژیم، که با ما بود. عبدالله جزو اون جانهای جوان عاشقی بود که در کشتار سراسری سال 67 جان جوانش به غارت رفت. در فضایی که اکثر زندانیان زیر 20 سال یا حوالی 20 سال داشتن، عبدالله که 30 و چندی داشت و چند تار سفید بر گونه هاش رویده بود، از نظر ما خیلی پیر به حساب می‌آمد، 30 و چند ساله، و ما به شوخی پیرمرد صداش می‌کردیم و خودش هم به شوخی این شعر معروف ایرج میرزا رو می‌خوند. یاد ایام جوانی جگرم خون می‌کرد، خوب شد پیر شدم کم کم و نسیان افتاد. من این شعر رو در انفرادی برای عبدالله با نگاه به همین مضمون جوانی از کف رفته و زندگی شتابان در گریز گفتم و این توفیق رو داشتم که وقتی از انفرادی برگشتم این شعر رو شباهن براش بخونم. این شعر تا حالا جایی چاپ نشده و من دوست دارم این رو به یاد عبدالله ریچایی و همه اون انسان‌های
عاشق جانباخته بکنم. کودکی داستانی غمین بود، باغ رویای پاکی که فرسود. اینکی بینوا دل چه از سود، زان اجاق شرر کشته بیدود. کودکی شد چو ماهی ز جوبار، شد جوانی زمانی تو را یار. ای جوانی جوانی جوانی، ای بهار خوش زندگانی، ای خمار میت جاودانی. بی دریغ از چه از من دوانی، نارسیده شتابان گریزان، در گریز تو من مانده حیران. چند گاهی دگر تن خموده، پیری آغوش خذلان گشوده، نغمه های خموشی سروده، وین دل عاشق من غنوده. خواب جاوید این دل فریبیست، مرگ من داستان غریبیست. من نمیخواهم این گونه مردن، حسرت آگین به کنجی فسردن. بار زنجیر یک عمر بردن، داغ ننگین مردار خوردن. زندگی شعله میخواهد ای دوست، جوی را نغمه باید اگر جوست. نازنین از چه غمگین چو سنگی، برنخیزی به ماتم به جنگی. با نوای دلانگیز چنگی، یا غریب مهیب تفنگی. زندگی من خموشان مبادا، رود ما جز خروشان مبادا. دوستان، سری به افغانستان زدیم، سری به مکزیک زدیم، سری هم به فلسطین زدیم. مرسی. میخوایم سری هم به فیلیپین بزنیم، کشوری که در داشتن زندانی سیاسی و یا دزدیدن فعالین سیاسی، ناپدید کردن فعالین سیاسی ید طولانی داره، معروفه. فیلیپین، حکومت فیلیپین از اونجایی که میخواد به اصطلاح زندانهاشو پر نکنه، زندانیان سیاسی، بسیار از اونها رو تو خیابونا شکار میکنه، تیرباران میکنه، تو خیابونا میزندشون و بسیاری از اونها رو سربنیست میکنه و ناپدید میشن. در نتیجه بسیاری از خانواده ها نمیدونن فرزندانشون یا همسرانشون یا مادرانشون، پدرانشون کجا هستن یا خواهران و برادرانشون. در این زمینه فیلیپین بسیار معروف هستش. بسیار خوشحال هستم که امشب الی ماسترو رو با خودمون داریم که از اعضای بنیانگذار همبستگی کانادا فیلیپین برای حقوق بشر هستش. الی جوونیش رو تو دوران دیکتاتوری مارکوس گذرید. بسیاری از دوستان فعال سیاسیشو که بهش خیلی نزدیک بودن دستگیر کردن، به زندون انداختن. بسیاری از اونها زیر شکنجه جان باختن.
برخی کشته و برخی هم به اصطلاح ناپدید شدند. همسر الی خودش جزو به اصطلاح فعالین سیاسی بود، دستگیر شد و مدت‌ها زیر شکنجه بود. ما بسیار خوشحال هستیم که امشب الی رو با خودمون داریم تا سخنرانی رو با ما در میان بذاره. Dear friends, Ely Mansour is a founding member of the Canada-Philippines Solidarity for Human Rights. She grew up under the Marcos dictatorship in Philippines. Many of her friends were arrested and detained, some killed and disappeared. Her husband was arrested and tortured as well. We are honored to have her here tonight. I'm really privileged and honored to ask Ely to come join us and share her story with us. Thank you, and good evening. It is really a pleasure for us from the Filipino community to be invited to share with you in events like this, when you remember and commemorate things that happen in Iran. When Parvin wrote to me that you were going to have this event tonight, and she said that it was going to be a commemoration for the political prisoners in Iran, that touched a very responsive chord in the Filipino community. The ties that bind us together as people are altogether familiar. These are the ties of oppression, occupation, and war. These are also the ties of solidarity and human rights. In the Philippines, we celebrated something that we all said should never happen again. 8 days ago, September 21st, marked the 40th anniversary of the declaration of martial law in the Philippines. It is a date that institutionalized the fascist dictatorship that ruled my country. And while the fascist dictator Marcos is dead, this rule of the iron fist has been handed down in successive post-Marcos governments. Human rights violations continue in my country with impunity. Our national sovereignty continues to be subservient to imperialist interests, particularly the United States. And our national patrimony continues to be sold out. And while the Philippine government say that there are no political prisoners in my country, there are political prisoners in my country. And the government, is telling a lie. Indeed, Filipino political prisoners still exist, and they are the living evidences of repression. We have very much in common: Iran, the Philippines, Mexico, Palestine. As countries under repression, we share common ties as a people and as a nation. We are here to remember the political prisoners in Iran, and I've seen the photos of those who have been arrested and killed. And we remember those in detention right now and those who have been there. Some of you here have probably been inside those prisons, or those who have had families and friends behind bars and continue to speak out for those who remain behind bars. We especially remember the 1988 mass executions of thousands of political prisoners in Iran, a killing spree that lasted for months. This is by far, as human rights
watchers say, an act of violence unprecedented in Iranian history, unprecedented in form, content, and intensity. These are extrajudicial killings, and these are crimes against humanity. It is hard for us. There's a relativity in numbers, but bottom line, being behind bars is being behind bars. Even if we don't know how many political prisoners are exactly in jail. And my friends in the Iranian community tell me that no one knows how many are held in Iran's prisons and secret detention centers. How many men and women prisoners are imprisoned for the peaceful expression of their views, for asserting their democratic and civil rights, and for exercising their legitimate right to dissent. Iranian human rights advocates and activists are well aware of the risks that come with speaking out against government policies. The freedom of expression and opinion, as well as other civil and political liberties, are violated on a systemic basis in the Islamic Republic of Iran. We in the Canada-Philippines Solidarity Group for Human Rights, we believe that when people's rights are violated anywhere in the world, their bodies and minds tortured, their contributions dishonored, their very humanity disregarded, and their dignity stolen from them, then everyone else's rights, all our rights, are violated too. What happens to the people of the Islamic Republic of Iran, so many miles away from us, affects all of us. We would like to add and assert our collective voice to that of our Iranian friends in calling for the release of all political prisoners in Iran, the immediate end to the use of torture and executions, the immediate end to unjust arrests, detention, and the imprisonment and the immediate return of the people's civil and political rights. When we came here, Pervin showed us the pictures and read to us the writings that are on the walls. And there was one statement that I remembered very well, and it was this one. And I don't read Farsi, but I know it goes from here to here. It said that solidarity with progressive groups and organizations provide or help the backbone of the struggle of the Iranian people. So it is with us also. It is international solidarity that helps move forward, that helps support the struggles of my people. So is it the same in Mexico. So is it the same in Palestine. And these are the ties that bind us. And we've told this to Parveen a long time ago, that when we're here and when we get invited, we don't feel like strangers. We do not speak the same language, but we feel the warmth of our Iranian friends, and we feel that we have lots in common. So I want to end with two slogans: free the political prisoners in Iran, and long live international solidarity. Sharing her story with us.
believe that having political prisoners in any part of the world is a sign of oppression and suppression of the toiling people. Thank you very much. اردوان زیبرم سخنگوی ایران تریبونال در کانادا و آمریکای شمالی است. ایشان در رابطه با کارزار ایران تریبونال از آغاز تا به امروز به منظور برپایی دادگاهی مردمی علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و ثبت دادخواهی خانواده‌ها و زندانیان سیاسی در کشتار دهه خونین 60 در تاریخ مبارزات مردم ایران و افشای آن برای افکار عمومی جهان سخنگوی بعدی ما هستش. لطفاً آقای زیبرم. خب با درود به حضور همگی شما دوستان که به مانند هر سال یادمان عزیزانمون رو به هر مقدار به هر اندازه نمیذارید فراموش بشه و به قول تمامی جانبه درماندگان از چرخدنده‌های شکنجه رژیم‌های قرون وسطایی پیشین و فعلی حاکم بر ایران نمیخواهیم ببخشیم. چی رو ببخشیم؟ مگه میشه فراموش کرد کیا توی خاورمیانه خوابیدند یا اسامی که خود رژیم اسم گذاشته روی گورستان‌های بی‌نام نشان عزیزان ما به نام لعنت آبادها، کفر آبادها که فکر کنم که فقط ارزانی خودش باید باشه. به هر حال با توجه به ضیق وقت و فکر کنم که اواخر برنامه هستیم، اگه یاد دوستان باشه چون چهرهایی که اینجا هستن حداقل من فکر کنم که بسیارشون توی مراسم سال گذشته یادمان هم حضور داشتن. من اونجا از دادگاهی که در شروع تکوین هست و برای سالهای زیادی زحمات زیادی کشیده شده توسط خود جامعه درباردگان از سیاه‌چال‌های رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی و خانواده‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، خانواده‌های جان سپردگان. من از لغت واژه جان سپرده عمدن استفاده میکنم که من زیاد با برد و باخت و جان باخته زیاد میانی خوشی شخصا ندارم. احساس میکنم که این عزیزان جانشون رو به ما سپردن و ما موظفیم تا اون پرچمی رو که برای دادخواهی بلند کردن دست کم به سرمنزل مقصود برسونیم. سخن کوتاه میکنم. به دنبال 5 سال تلاشی که بعد از تابستان 2007 1386 شمسی یا خورشیدی خودمون میشه، خانواده‌های زیادی تلاش گسترده‌ای توی تبعید کردن که همینطوری که نمیشه توی تبعید باشیم رسالت خودمون رو انجام ندیم. بسیاری از صحبتایی که دوستان دیگه هم میکنن از کشورهای مختلفی که امشب اینجا حضور داشتن به زبان‌های مختلف کنن در این چیز مشترکه، یعنی برای دگراندیشی هر رژیم سرکوبگر که مثلا سعی کرده مقدرات خودش رو حقنه بکنه بر روی مردم و نذاره کسی بجز اون چیزی که خودش دیکته میکنه، بجز اون سیستمی که خودش فقط طرفدارشه صحبت بکنه. من فکر کنم که در همه جا یکسانه. شما هر جا صحبت از جهتی مخالف بکنید با انواع اقسام سرکوب مواجه میشید. ما هم به اصطلاح تافته جدا بافته از همه این سرکوبگری ها نبودیم و مشخصا در طی 3 دهه گذشته مورد سرکوب اونچنانی که فکر کنم که دیگه نیازی به توضیح وارد جزئیات شدن نیست باشه. توی تبعید هزار نفر ما خانواده‌های زندانیان سیاسی بعد سالهای جمع می‌شدیم که به شکلی تسکین بدیم همدیگه رو. نیروهایی که بهشون گفته میشه زندانیان سیاسی سابق نمیخوان اینو هویت خودشون بکنن، ولی بالاخره ماها زنده موندیم. ماها هر کدوم میتونستیم یکی از اونهایی باشیم که الان عاشق زندگی بودن، میتونستن اینجا پهلوی ما بشینن و خیلی از ما میتونستیم الان عکسمون مثل بسیاری از عزیزان اونجا باشه، یه گل سرخی هم کنارش بذاریم بگیم که یاد این رفیق و دوست ما بخیر مبارزه کرد. کما اینکه رفیق ما مجید میرزایی از عبدالله لیچایی که دیگه
چهره درخشانی توی تاریخ مبارزات حداقل دست کم گیلان هست و کسانی که زندگی ناشکون باشن میدونن که از چی صحبت میشه. برگردیم به موضوع صحبت. این خانواده ها نشستن گفتن برای چی ما دور هم جمع میشیم؟ برای اینکه فقط پیکنیکی بکنیم، از چهار گوشه دنیا جمع بشیم توی طبیعی که بچه‌های ما الان بزرگ شدن و حدوداً 20 سال از کشتارهای آخرین 67 میگذره. بالاخره تصمیم گرفتن که این دادخواهی رو از قوه به فعل در بیارن. نتیجه اون همه تلاش، نتیجه این همه دوندگی به اینجا رسید که یک کارزاری رو سازمان بدن به نام که در نهایت اسمش شد کارزار ایران تریبونال و مرحله 5 روزه این دادگاه که به همت تمامی همین خانواده ها شکل گرفت در تابستان گذشته در بین جون 18 تا 22 جون حدوداً 5 روز در یکی از مراکز عفو بین‌الملل به نام امنستی اینترنشنال در خود انگلستان شکل گرفت و عجیب بود. راهی رو که ما انتخاب کرده بودیم فکر نمی‌کردیم با تمامی دشواری راهی که داره به اینجا ختم بشه و این همه شاهیان خصوصی حقیقی و حقوقی از تمامی دنیا بیان و بدور از تمامی تنش‌هایی که رایج هست توی تمامی نیروهای سیاسی دنیا از جمله نیروهای سیاسی ایران و مخالف و حالا به هر شکلی انواع اقسام تضاد رو هستن، اما اومدن دادخواهی مشترک رو، اون صدایی رو که ما همیشه میگفتیم من درد مشترکم مرا فریاد کن، واقعا فریاد کشیدن. مادری که مادر اسمت وقتی صحبت میکرد چگونه 10 تا از بچه‌هاشو توی قنات‌های جهرم انداختن، خانواده‌شو، تمام دامادش رو، فرزندش رو، دخترش رو، تمام اعضایش رو، باور کنید هر روزی 300 400 الی 500 نفر توی دادگاه شرکت میکرد بدون اینکه از همدیگه شناخت داشته باشه. و جالب این بود که این دادگاه از طیف‌های گوناگون نهله‌های فکری درست شد که اعتقادات گوناگون داشتن، از راست توش بود تا چپ تا میانه، همه جور نهله‌های فکری رو می‌دونستید ببینید با اینکه با هم دیگه تضاد داشتن ولی در یک چیز مشترک بودن. وقتی که اینا رو حلق‌آویز می‌کردن به دستور خمینی جلاد، وقتی که تیم مرگ اومد و بدون کوچکترین چیزی به نام محاکمه در یک سوال جواب 2-3 دقیقه‌ای این به این میگفت برو به چپ، به اون میگفت برو به راست و 10 تا حلق‌آویز می‌کردن، آماری که حداقل خودشون دادن 4-5 هزار تا رو تداعی می‌کنه که برسید به 20 هزار تا. اینها اومدن اونجا و اینا بیش از 40 تا شهر و استان کشور ایران رو تشکیل میدادن و وقتی که خودشون هم دیگه اونجا پیدا کردن گفتن عجب جنبش مردمی، ولی چرا اینقدر دیر؟ به هر حال این شکل گرفت و ما فرصت کردیم با تیم حقوقی که از نقاط مختلف دنیا، انسان دوستایی که حاضر شدن والنتیر داوطلبانه نیروی حقوقی جهانی خودشون رو در اختیار این کار بذارن و روز اول به همه اینا گفته بودیم استقلال ما وجه اول شرط تمام این کارزار است. استقلال مالی، استقلال از تمامی نیروهای سیاسی، استقلال از تمامی دولت‌ها، استقلال از تمامی اون چیزی که میخواد از این سکوی پرشی بکنه برای خودش، برای اینکه مطرح بکنه، برای اینکه به نام حقوق بشر بخواد از نام ما، از وجه زندانیان سیاسی سابق، از انسان‌هایی که به نام مبارزه جان‌های خودشون رو نثار کلمه آزادی و راه آزادی کردن. این اولین وجه مشترک ما بود که خوشبختانه به بار نشست و خانواده‌ها پذیرفتن و نتیجهش دادگاه موفق 5 روزه کمیسیون حقیقتی‌ها بود که توسط حقوقدانان مجرب بین‌المللی از آفریقا گرفته تا آمریکا و کانادا، از ایرانی گرفته تا آمریکایی و غیره اروپایی و اینا انسان‌های بیداری بودن که میدونستن، یعنی ما نیاز داشتیم با اونهایی صحبت کنیم که میدونن حقوق بشر، نقض حقوق بشر جهانی یعنی چی، به جرم جنایت علیه بشریت یک رژیمی رو که در حال حکومت کردن هست به محاکمه کشیدن یعنی چی. ما نیازمند این بودیم که حقوقدان‌هایی رو بریم دنبالشون که برای به نام مردم، برای آزادی، برای اونهایی که به نام نقض حقوق بشر در ایران قربانی شدن و دارن میشن این مطالبات ما رو به اجرا در بیارن. خوشبختانه بعد از 5 سال این با موفقیت در دادگاه 5 روزه لندن، دادگاه مردمی لندن شکل گرفت و نتیجهش یک کیفر خاصی هست که
حقوقدانان ما و توسط خود هیئت برگزار کننده کارزار ایران تریبونال تدوین کرد و آمادگی برای مرحله دوم دادگاه که در ماه آینده در 25 تا 27 ماه اکتبری که داره میاد در شهر لاهه مرحله دوم و پایانی این پروژه به اتمام خواهد رسید. این که شهر لاهه رو ما انتخاب کردیم صرفاً جهت این موضوع من توضیح بدم که لاهه به عنوان شهر دادگاه‌های جهان معروفه و هر ملیتی از لاهه یک نوع خاطره‌ای داره. ما به لحاظ تاریخی ممکنه هزار جور خاطره تو اذهان زنده بشه، مثل دادگاهی کردن خود مصدق به خاطر مسئله صنعت ملی نفت و غیره و الی آخره. و کلا همه می‌دونیم که دادگاه لاهه دادگاهی است برای دولت‌ها، دعوای دولت‌ها. به ما خب اونجا اون دادگاه ساختمان معروف رو ندادن، یعنی دنبال این ساختمانی نباشید که مثلا برای دولت‌ها تدارک دیده شده. ما ساختمان رو تونستیم بعد از تلاش‌های گسترده اجاره کنیم و موفق شدیم، ولی خب با قیمت بسیار بالا، و موفق شدیم توسط خود دوستان زندانی سیاسی سابق که فرزندانشون خود بچه‌هاشون و همسراشون رو اعدام بکنن. اینا تیم‌های خیلی پروفشنال، خیلی کارکشته‌ای دارن توی زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف. مثلا تیمی که من دارم ازش صحبت می‌کنم تیم رادیو تلویزیون هست که بتونه به لحاظ ژورنالیستی، به لحاظ میدیا انعکاس بده در سطح وسیع. و میدونید که ما دادگاه 5 روزه رو از داخل خود اصطلاح امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل انگلیس سعی کردیم انعکاس بدیم. میلیون‌ها نفر رو دیدن. در روز اول جمهوری اسلامی تلاش کرد 150,000 نفر بره و اینو کور بکنه، یعنی اجازه نده کسی داخل ایران رو ببینه، ولی ما روز دوم موفق شدیم که اینو کامل بی‌نهایت گسترش بدیم با هزینه یکم بالاتر و موفق شدیم. بعد که مدیا متوجه شد، علاوه که سالها تلاش کردیم مدیا رو دعوت بکنیم، مدیای بین‌المللی و سر باز زدن، چرا اینکه در آوردن جمهوری اسلامی خودشون در این کشتارها نه تنها سهیم بودن، بعد از اونم با سکوت خودشون ادامه دادن جمهوری اسلامی به جنایت خودش تداوم ببخشه. به هر رو مرحله دوم دادگاه جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در 25 تا 27 اکتبر آینده در شهر لاهه با شکایات بیشماری که به دست ما رسیده از طرف خانواده‌هایی که عزیزانشون، همسرانشون، فرزندانشون، پدرانشون، مادرانشون از دست دادن. و میتونید بسیاری از این ویدیو کلیپ‌ها رو که ما روی سایت ایران تریبونال irantribunal.com ببینید و فرزندانی رو مشاهده بکنید که در سن 5 سالگی مادرشون رو به دار کشیدن، همسرشون رو به اصطلاح تیرباران کردن و بسیاری چیزا دیگه که وارد جزئیاتش نمیشیم به اندازه کافی گفته شده، شنیدیم و مدارکش شواهدش موجود است. با تمام به اصطلاح کمیته مرگی که به دستور فتوای مستقیم خمینی این کار رو به قول خودش زندان‌های سیاسی ایران رو سعی کرد پاکسازی بکنه و چیزی به نام دگراندیش به هر شکلی که اون چیزی که خمینی میگفت حزب فقط حزب الله در هیچ عرصه‌ای در داخل ایران باقی نمونده که بدون از اندیشه دیگری بتونه سخن به میان بره. به هر رو در پایان صحبتم برای اونهایی که مثلا موضع این دادگاه در دقیقه خاطرشون هست و میخوان این مسائل رو دنبال بکنن، هنوز هم برای ثبت اسناد تمام عزیزانی که در میان ما نیستن و خانواده‌هاشون تعداد زیادی تو همین جمع هستن و ما شهر به شهر، کشور به کشور، خونه به خونه دنبال همه این عزیزان رفتیم و بسیار رو میشناختیم از داخل زندان‌ها و بیرون، توی تبعید، توی دوران پناهندگی، آوارگی. اینها همه تونستن هم دیگر رو پیدا بکنن، همبستگی ایجاد بکنن و این دادگاهی رو که در نوع خودش در تاریخ ایران و جهان بی سابقه و برای نخستین بار است و تماما از نیروی مردم خودش، از نیروی مالی مردم خودش کمک میگیره. سنار اولش تا دینار آخرش رو خود خانواده‌ها پرداختن، نه هیچ چیز دیگه و الا ما از پسش بر نمی اومدیم، با دستان خالی شروع کردیم، ولی چون میدونستیم که پتانسیلی، انگیزه‌ای که پشت این حرکت و این جنبش هست ما رو به اون جایی که می‌خوایم میرسونه. بسیاری تو این 5 سال به دنبال 25 سال گذشته مبارزاتی که تمام نیروهای سیاسی ما در جریان بوده تو بین این رو نکشیدن، گذاشتن کنار و گفتن به جایی نمیرسه. خیلی رفتیم و ما نمیخواستیم این دادخواهی رو
کسان دیگری هم که قبلا دنبال کرده بودن چنین تریبونالی رو، چنین کارزاری رو، ولی وسط راه موند. نمیخواستیم این دفعه با خود خانواده‌های زندانیان سیاسی شروع میشه، دلسردی و سرخوردگی در نهایت در نیمه کار رها کنیم، ایجاد بکنه و به همین دلیل گفتیم تا به آخر اصلا ما برای چی اومدیم؟ رسالت خودمون رو به یاد بیاریم که برای چی اومدیم بیرون؟ تن به طبیب دادیم. به چه شکلی جوانانی، نیروهایی که الان توی خاورانها خوابیدن و مادرانی که اونجا برای ما پیام فرستادن و نیروهای انسان دوستی مثل تودو که شروع برنامه ما به عنوان کسی که جایزه صلح نوبل رو برده و از آفریقای جنوبی چنین دادگاه مردمی رو که اونها هم اونجا سازمان داده بودن تجارب خودشون رو در اختیار ما گذاشتن، گفتن شما برید جلو و ما تمام تجارب خودمون رو در اختیار خودمون میگذاریم. به هر حال دادگاه ما یک فرقای با اینا میکرد، فقط از مردم دو شرط میگرفت و من ممنونم از دوستانی که همین و همین امشب کمک کردن، کمک مالی کردن، همبستگی کردن. بروشورهای ما روی میز ایران تریبونال هست، جزئیات کامل دو تا پروسه دادگاه رو، شکل تکوینی رو، شروع اون رو تا به پایانش رو کامل توضیح دادیم. سخنگویانش، اعضایی که توی گروه‌های کاری متفاوت توی کشورهای مختلف، تو عرصه تبلیغ، تو عرصه ترویج، تو عرصه حقوقی، تو عرصه متفاوت به اصطلاح کارهای تدارکاتی و لوجستیک دارن کار میکنن تو کشورهای مختلف. همین الان نیرویی که توی لایه داره دوندگی میکنه، همه زندانیان سیاسی سابق جان به در برده از طیف‌های گوناگون فکری و نهل‌های فکری گوناگون، اندیشه‌های گوناگون هستند که دارن اینو به پیش میبرن. من وقتتون رو نمیگیرم. برای ثبت نام حضور در این دادگاه و اون که عمومی و آزاد هست، ثبت نام الزامی است برای اینکه موجب سوء استفاده کسی نشه. فرم هم همینجا هست و هم از توی آنلاین میتونید پر کنید، ولی تا 12 ماه اکتبر وقت دارید که این ثبت نام رو صورت بدید و بتونیم مرحله دوم و پایانی این پروژه رو در این مرحله که رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت هست رو در اونجا به اصطلاح به ثبت تاریخ برسونیم که نسل‌های قبل ما نگن و بعد ما نگن که اینها این همه کشتار به این دهشتناکی رو به دست فراموشی سپردن. بنابراین نه میبخشیم نه فراموش می‌کنیم. یاران، سالها از آن روزها می‌گذرد که وجدان خاک گشتید. بر خاک رد بوسه هایتان برجاست. رد بوسه هایتان را بوسه می‌زنم. با زبان خاک رنج هایتان را دارم به یاد. آفتاب و ماه در گذر بی‌شتابانشان هر روز و هر شب بر بال ابرها آوازهای در گلو مانده آدمیان را بر ما نثار می‌کنند. خاک، خاک، خاک سینه می‌شکافد. گلبوسه ها آن آتش نهفته درون سینه هایشان بر ساقه‌های ترد و نورفته لاله ها، شقایق ها چون گردن‌های افراشتهشان در مساف طناب و گلوله. انسان که آهنگ شوم مرگ آخرین بارقه حیات را از تنهایتان میبرد. اینک به هوای نسیمی جان بخش خدارایی میکنند و دشتها را از ترنم ترانه و سرودتان به تسخیر خود درآوردند. مردادی ها، شهریوری ها، ماه مهری ها، بعد از شما مهربانی به کدام سیاره ناشناخته کوچ کرد؟ آنان مغاک‌های بیشماری را با تنهایتان غالب گرفتند. آنگاه صدا را به زانوی سکوت نشاندند و سکوت سالها پیشه فریادهای خون مرده شد. سوگند به زمان عیسی
انسان، سوگند به انسانیت، سوگند به بسترهای بر جای مانده لاله‌ها و شقایق‌ها هنگام مصاف یوغ و طوق، سوگند به آزادی، به طوق رنگین کمان، تندور بر جای مانده از ستیز طناب‌ها و گردن‌ها، به قلب‌های تکه تکه شده از حروف سربی، بر لب‌های تفریده حسرت یک بوسه، به چشم‌ها، چشم‌سارها، چشم خورشیدها، سوگند به دست‌ها، سازهای بشکسته آویخته از سقف آرزوها، سوگند به آغوش‌های باز و فراختان، آرامگاه عشق‌های ابدی. این سوترک ما ایستاده‌ایم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. برای اون دوستانی که دیر به برنامه رسیدن، دوستان من و سیمی دوباره خودمون رو معرفی کنیم. من پروین اشرفی هستم، از جزو دوستانی هستم که امشب برنامه رو اینجا سازماندهی کردیم و به شما تقدیم کردیم و اجازه بدین که از حضور همه شما تشکر بکنم که با حضورتون به مراسم امشب جبهه خاصی دادیم. امیدوارم که برنامه‌هامون با تمام جزئیاتشون، با تمام کمی و کاستی‌هایی که حتما داشته، مورد توجهشون، مورد به اصطلاح رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. اگه هم نقایصی داشته، انتظار ما حداقل این هستش که با ما در میون بذارید که در آینده در برنامه‌های بعدی این نقایص بتونیم برطرف کنیم. دوستان، من سیمین دبیری، زندان سیاسی سابق و یکی از اعضای اتحاد چپ واحد ونکوور که برنامه امشب رو تدارک دیده بود، یادمان خاطره تمامی یاران جان باخته و جان به در برده سالهای دهه 60 که همیشه میگم ناله را هرچند میخواهم که پنهان درکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. از همه شما متشکرم. امیدوارم که با این برنامه‌ها در حقیقت ما تمام تلاشمون اینه که وظیفه‌ای رو که تک تک ما عنوان زندانیان سیاسی که رفقا و یارانمون رو دیدیم که چگونه در زیر شکنجه‌های وحشیانه جان باختن رو مسئولیتش رو به عهده بگیریم و کاری کنیم که نه فراموش کنیم و نه ببخشیم، به دلیل اینکه تا زمانی که این جنایت‌ها مشخص نشه و در دادگاه مردمی تمامی جزئیات و تمامی آنانی رو که اصلا گورها شدن خانواده‌هاشون نمیدونن در کجاست مشخص نشه، ما نه میبخشیم و نه فراموش کنیم.